وای یه دوره نداره اگه فکر نمیکنه که همه با نظامی لباسا بچه از اینا بردارم نمیبینم اینا معلومه به دم سلام به خودی مادر رو پیار تو گم بزنم تو که به خوبی خونه فهمی از ایرات آمد و مونده و علا به دنبال سی کردم یارم بمونده چی باره همه چی تو غم جنجاله کدی جشتن خاله خوب بخیری جان تو جوره یاستی میگم خاله یک چیزی از تو میپرسم کی خاله مر نمیشنسی نه خاله آشنایی مادر شامدم خاله نه بابا مادر شامدی اشتریم خاله جان خیریتیم جانجوری خیر بینی خاله زنده باشه سکو خاله بله تو یک چیزی از تو مهم بپرسم تو کتال دروغ با من نگفتی میگم همین رختا بچه من باد نورده تاثیر شما رختا کجا بچه شما همین بچه من شامدم اینا خوشی رای کرده بوده رختا یک خندوختیه بفهمیدی دست تو زمه است نمونه کار نمیفهمم که باد برده و سراک اسمت افتاده همیتا ایران بموند خاله که چه کار کن از کی گم شده امروز دیگه خاله امروز دیگه خاله من صبح با بالی بوم خوبیدم خوبه با بختاد بیزی میکردم دیدم گیلک با بالی بوم شمانه به خیال همه که همون وردشته خاله یعنی بدیدی به چشمان خود که گیلک وردشته ما بند باشه رنگه کازی با خاک شده که من دست ازی چه کار کنم خاله اختیار خدا این خاله ما این برین دست رای نایخن اینا رو بگیریم از اونا بستون اشته کنم ما دست ازی همسایا چی رقم کنم من از که یکی یه باری میگردم چند سرار با بکشتم گفتم اما به تاثیر همسایا باد برده نه در گیلک کسی نمیدونه تو با کجا دیدی خاله او؟ من میگم برای بوم خوبیدون دیدم رختای شامده وردش برم خیر بینی خاله تو دل جمع باش برو تو صبر کنی ما با دم سرای نبارم من خود ازی گپ میزنم برین گپ برو خوبی خودی به نفعلی پذیر رقم سرای داری نمیشه دیگه طلب که مادم لباس رو بابم بود سلام علیکم ماما و علیکم خوبیم خیریته شکر الحمدلله میگم همین بچه شما گیلک به سرای ماما نه چرا فکر کنیم ماما این کار خوبیت نداره بیا مادر تش شده با پشت بوم ما بفهمیدیم اول بوم شما تایم رخت خود با بالی بوم ما همین رختکا بچه من وردشته همین رختکایی که خوشوی رای که خندوخته وردشته بالا شده پس با بوم برفته بچه نه ماما جان پس بچه من از به شما چی میگم کی دیده تو به دست بچه اشته کی دیده کجیر با پشت بوم کاغذ بود بازی میکرده دیده گیلک تر شده بالی بوم رختار وردشته برده اشته کی دیده ما خود دروغ نمیگم ما که از اون صبح تا این سرای ما بچه خو اصلا نده که رخت بیاره اینی هم به سرای ما سی کنیم ما نمیایم خوری خوشکه بیخند شما بنازیم من مغزر به شما میگم رختا بچه مر بریم از سرا بستونیم بیاریم خوبیت نداره از کرده جنجال بیشتر مادر جان میگم نه ورده رختار به سرا بگر میفهمی یا نه نه ورده به سرا نه مودم به سرا تاله البته به کسماش یونار ببرده بفروخته ما با قدم مزر میگم رختا بچه خورماییم خلاص بچه میگوشه نمونده که رخت ببره و بازار بفروشه حالا مادر به سرا نیه که ببرم خودی مادر گپ زنم خودی شما جنجال کردن تو سردیل داری میگم ما صبح تا به سرا گیلک نموده به سرا وکی نموده رختا بچه مر بردشه ولی کجیر شاهده اگه باز باور نداری که برم کجیر رم بیام خب با ما کجیر پرسان کنم خونی پرسان کنی من دروغ بگم های ماما تو ولی همه وقت همسایه شما بودم از با گپ دروغ بشنیدی مادر جان درسته که همسایه منی درسته که دیوار به دیواله من نمیگم که بچه من چیزه سعی کن مادر جان تو ولی برو به خونه رو با ما گیلک که بیام ولی اگر رختا به دست خود مگه احترامانه رختا بر میدارم میارم دست چون سعی کنی ماما جان من بزی گپا نمیفهمم رختا بچه من دستوزی خند دستوزی دیشتر اونا رو وردشته از بالی بوم بو برده من فقط رختا بچه خور تو کرده همین تو پاک ما صبح ما که بیاریم گفتم همین که تیار کده میارم به دستشون احترامانه میدارم اگه من حال بچه شما رو به همینجا گیر میکردم میفهمیدیم که باز بیاگدون چند تا پتیر میشه میگم من صبح تالی به سرای من اصلا من گیلک کردید و من رخت دیدم خب کی میاریم بخیر رختا ما بگی من اوزر که گفتم گیلک بیای به سرای اگه رخت به دستی به رختا بر میدارم میارم دیگه خاک به سر گیلک بکن که اگه با پشتمون بالاشه ما با خاطری که میگه سعودی دیگه بالا شما پشتمون چه قبرستون همه مادر جو تام سردل در برو دیگه من سردل ندارم شما بچه خود تربیه نکردیم ماما اگه تربیه میکردی چرا بالی بوم مردم تامیشو اگه پیار بچه ما خبرشه که بالی بوم تا شده رختا مر بردشته میفهمی که چی جنجال کلونه میشه حالا تو برو من رختا بر میدارم میارم به دست بری به مداری هم میته بگی جنجال کلونه تیار میکنی شما تو جنجال کلون تیار میکنی من جنجال کلون تیار میکنم چی کردم من جنجال تیار میکنم ریخ نکش که بعد هم یک چورت همسایه میشنه برو دیگه خوبی خود نمیفهمیم ماما بلای بعد سر بوم آمدی چادر تلهی سر و گردن به عاشق می نمی
سر و گردنم عیبی داره. لای 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 با işte ben de katted işte iyi. رختام ما چون چریت چش شده. نه من میگم نه اینا رو بند اینا رو در کش. سلام علیکم من نباشم برات. و علیکم. شدن الله خیریاته. زنده باشم برات. خیر جان شما جوره. همین چینگا بنده بگیریم برات که لجه. چرا برات؟ همینجوری بگیریم ببخشیم برات. هیچ چرا به سر و دست نانی خونه دادی که. نه من چیز داشتم، نه من اون پخته داشتم برات. خب. من مایم برم به عروسی برم. این مگه برا میته که بری در کشی. بله. این مگه برا میته بری در کشی. خاطر در نشه برات. یک کتر به عروسی خبر کردم. بله یا. فامیلی. خب تو که یک کی آله. نه خب نه من گمان اون پخته داره میوه از ما برو. خوبه. برات جان. مثال میگم امی خند سی چند قیمتونه شما بگیریم امی به دست کن سر بگیر که نجه به این به تو کیتیار که دلالو کی؟ ای خندستی اینا برار دستی دیگه چه به حساب من که نزماددار شدیم اینا با من نانه من بخریدم خوبه دیگه تبریک باشه برو زنده باشه برو آن به برخو میکنی میبری بررسی دیگه ها؟ ای همه خانه است ببرمه باز همه فیلشیه ایشتن پیران یک رنگ تومون یک رنگ باز همه فروشیه چی فروشیه؟ همین رختا همینو؟ بله یا یعنی شما کدو قلعیم براد ما از غلی پایینی ما از این قلعیم اینا رو میفروشی لالو؟ ها دیگه اگه کس باشه بخره کویر بگی لالو نکنم پاره ماره باری کنیه قیمت از اینا رو بگو اینا برای هفته نیم هزار چندی؟ هفته نیم هزار هفته نیم هزار حساب کرده میتونی؟ که چند رقمه؟ ایخان حربشومیه بارو کاکا برات کار خود تو به به پول نمیبری یک چیزی میگم دق نمیشی لولا نه هم 10 تا دایی دارم برای تو میدم که خود تا ایران ببونی چند 10 تا دایی؟ 10 تا دایی سه کنی میده 10 تا دایی بفهمیدی؟ نه به شرطی که قایم کنی که بابا ما نبینه که بگه رختا خود چری بری فشیدی آنه خیر بینی تم لولو ما بند کشی نمی بند در کشیدی نکشیدی تیاره میشه خب پرتو ندی چوبه خوب میشه برای بند پیش تو بجه خیر بینی برای تارخ تخو کو امی تامی چیز شال خو کو خوبه که پاک هم هست شوشته تیاره خیر بینی پاک دل جمع باش اینا من سر رجه بردشتم سر رجه خونه خوب نه نمیگو نمی بر بفرش خیر بینی بابا خدا حافظ خوش آمده این لگه گوشه بیدی؟ چیه؟ گوشه بیدی؟ هر جا باشم هر جا هستم میرم دیگه بسکم بله پیار تو برات تو بگیش بابا گردن ما بر باشه اگه لنگ ما دروغ بگه شکو اکه گیلا چرا من پیار مورد نمیگشته من چون ایستادم بی عقلی برفته با گفته شیطونی که دکه غرای که دیگی لد رختش آمده ربال بومینا بجونده انال در و در برات تو بگلق چی شیطونی کده؟ من چی خواهد درو من رازی شیطونی گاره بگیره او خاک بکر لگنده تو دو ندی که چرا؟ خود یعنی میگو دو ندی خود تو چی کردی؟ خود نه کی ما برفتم من دوزیم خب اگه دوز نبشی رختار میجوندی گیلا اشته بیده عبا وردشتی کیر؟ نه مثال بالی بوم بالا شدی مثلا یکی طور بدیده که وونه میده چیش مثال بدید که تو بالا میشی رو بوم برفتی رختار رو ریجه بدشتی پی شدی خود های نختی برفتی که جیر به سر تو دارم نیه که سر تو به یک بجی کدو نمیدم خب اگه من لنگم دیده باشه بالا بوم که چی رنگه
ما به قول یعنی دیگه اگه من سر تو به دو بیدی شلغم کخصده بودم خوب که اسم من بگردم مدda گیلک تو دست پرا پا برانی ها میشه طور بدیده باشم کی دیده؟ میگی کی بدیده بد میکنه هر کس من بدیده بیایه دیگه من به تو بگفتم نه من دوستیم که بدیدم من نه تو شادوزی کی گفته تو دوزی تو دوز بگویی بله نه سلام علیکم مونده نباشی کی؟ کردانم بند باشه نه اگه لنگم دیده باشه من شو ولی از من میگه بابا من رحمم چه کار کنم نه من دوزم آها کجیگه کله گلده تو با گورشه با تو برفتی دیگه شه کجی دمالی با من میگه ما چون دیگه مرسکه که شیطانی کرده ما دروغ میای خور بخیر من مندازونم نه بس که میشه من یک دقیقه من پیشم کجیر برم با بابا گفته خوبه آن صحبت کنه کجا میدوی؟ بله کجا میدوی؟ چی؟ همه کجیر بیامده من با من گپ میزنه کجی به تو گپ میزنه؟ کجی واسطه که تور بلد داد به کی؟ نگو کلگنده تو چری تو کارو خو میکنی؟ چیکار کردم؟ تو رختش آمده وردی اثران بجوندی تو کجیر بدیدی بود با مادرش آمد بگو که بیا مادر سرای یکی روسیه به سر من نکرد که دیگه چی بود تو بگو من کجا جندم رخته اینا؟ عربون من به ربوم اینا بلدم برم کجیر به چشم سر بدیدی بود تو بگرد میفهمی یا نه؟ دروغ میگه کجی حالی چی که دی رخته اینا؟ که گردن من بند باشه بابا اگه لنگ من رخت دیده باشه اگه رختا بر من نور داره ببره گیلت همین تو سلوک کله ترمک کنم بگو که چی که دی رخته؟ به کی؟ بابا طالب عمر زاده بگو چی که دی رخته راست خود بگو بابا با عمر زاده ولد خوب دیدین که من دوزی کنم مگه دوزی که دیوسکت شما تا شما پرتا 50-60 بروز به تکیسا شما گیلک تو به چه دست برای پاورای نی من میفهم تو رو میشناسم تو پخته میشناسم شما کجا من میشناسیم؟ کجا میشناسم؟ بگو چی که دیگه آخش بگو چی که دی رخته بگو که میکن گوشتو بگو بله بابا بگو چی که دی رخته گوش بر یلده میگم بگو بابا چیست؟ بابا من دوز نگیری من نبردم بابا لا اله الا الله محمد خیم مادر شما بیاد سند روزایی و سند بکد ابروی سند بخت تا کوچه بابا ما چی کردن بله میگه ما چی میکارن نمیکنه شما من دوز میگیریم هرچی گفتم که باور نکرد گپمه بگه من گیلک چپا کردم و سلت کردم نگفته گفته نبردم من گیلک اگه به درخته از این سر تو بدر شد که بفهمی که تو حتما تو بردی کله تور میکنم خوبه بابا خوبه انو میرم بابا اصلا همه غلار بپالی خب سعی کنم بابا نه لگه که بوره تو بگور شکه جیری